مبارزه بر ضد معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشأدار یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت مقامات کارهای داخلی به حساب می‌رود. از این لحاظ کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه جهت سالمی جامعه و پیشگیری پنه‌شوی این مواد زهرآگین در حدود پایتخت و دیگر منطقه‌های کشور فعالیت شبانه روزی را براه ماندند. چنانه قبلا در برنامه مخصوصی پیراهی قاچاق اطلاع داده بودیم در نتیجه برگزاری یک عملیات مخصوص گروه متشکل نشجلاب در هیئت 7 نفر دستگیر و از آنها زیاده از 70 کیلوگرم واسطه‌های نشه‌دار مصادره کرده شده بود. در ادامه عملیات دیگر و برگزاری چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه فعالیت پنهانی یک شبکه دیگری انتقال دهنده واسطه‌های نشه‌دار را که از جمهوری اسلامی افغانستان به طور قاچاق به حدود جمهوری تاجیکستان وارد نموده سپس به دیگر کشورهای خارجی انتقال می‌دادند آشکار نمودند که در رفت عملیات از این شبکه قاچاقچیان نیز زیاده از 70 کیلوگرم واسطه‌های گوناگون نشه‌دار دریافت و مصادره کرده شد. از جمله در نتیجه پیشبرد عملیات‌های اپراتیوی جستجویی شهروند درغیف رجب علی محمد علیویچ سال تولدش 19 مارس 1984 استقامت کننده ناحیه فرخور دهه مرادبخش خانه 3 آیله‌دار صاحب 2 فرزند در دهه مرادبخش ناحیه فرخور که در نزدیکی سرحد جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان واقع است دستگیر کرده شد. زمینی کوفتکوف از منزل استقامتیش در 3 بارخالته پلی اتیلنی مقدار مخصوصاً کلان واسطه‌های نشه‌دار از جمله 68 کیلوگرم و 672 گرم واسطه نشه‌دار نوع افیون و 1 کیلوگرم و 964 گرم موادهای پسیخوتراپی نوع متامفتامین در مجموع به مقدار 70 کیلوگرم و 436 گرم دریافت و مصادره کرده شد. در ادامه برگزاری چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی چهره یک نفر دیگری نشجلاب جلوه نمایی نمود که راهبری این شبکه ترانسمیلی نشجلابی را بر عهده داشته است. دیوانقلوف بهادر بهاءالدینویچ سال تولدش 27 مارس 1979 ساکن ولایت ختلان ناحیه فرخور دهه مرغزار می باشد که قبلا با ماده 200 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی معاملات غیر قانونی واسطه‌های نشه‌دار سود شده است. ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های تفتیشاتی معین کرده شد که نامبرده عین زمان در فدراسیون روسیه قرار داشته همه عملیات و سخیمه‌های غیر قانونی داد و گرفت واسطه‌های نشه‌دار از جمله انتقال واسطه‌های گوناگون نشه‌دار از جمهوری اسلامی افغانستان به جمهوری تاجیکستان و سپس به کشورهای خارجی فرستادن آن را توسط تلفن موبیلی نظارت و راهنمایی کرده در این کار دستگیر شده درغیف رجب علی را همچون شخصی باورناک استفاده می‌برده است. تقریبا ساعت 10 و 11 از شهروند جمهوری افغانستان به مقدار 70 کیلو بار مواد مخدر گرفته به خانه اجرای خود آوردم. دستگیر شده درغیف رجب علی در اساس مصلحت پیشکی میبایست مواد مصادره شده را به شهروند دیوانقلوف بهادر که صاحب اساسی واسطه‌های نشه‌دار شناخته می شود انتقال دهد. در دایره تفتیش پرونده معین کرده شد که نامبرده بهر به دست آوردن این مواد زهرآگین راه و اصولهای گوناگون را استفاده نموده واسطه‌های نشه‌دار را تنها در وقت شبانه از قاچاقچیان افغان قبول می‌نموده است. تعجب آور است که دستگیر شده درغیف رجب علی با مقصد پنهان داشتن عملهای جنایتکارانه خود و نفهمیدن اطرافیان با طور مخصوص و رمزناک یعنی با آواز حیوانهای صحرایی از قبیل گرگ و شغال با انتقال دهندگان واسطه‌های نشه‌دار افغان گفتگو نموده داد و گرفت واسطه‌های نشه‌دار را عملی می‌کرده است. وقتی ما با شهروند جمهوری اسلامی افغانستان واخوردن بین ما پرال بود. پرال یعنی آواز شغال. آیا یک بار آواز شغال کردن این طرف
من این طرف یک برگه آورد شغل کردم و یو گشتم باراموندن من رفته بارو دریافت کرده گرفته آوردم. оид ба далелҳои мазкур айни замон нисбати гумонбаршудагон дар ғиф раҷабалӣ ва девонақулов баҳодур тибқи талаботи моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда девонақулов баҳодур ҳамчун роҳбари шабакаи трансмиллии нашри ҷаллобӣ дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дода шудааст. аз рӯи ҳарду далеле ки мақомоти милитсияи шаҳри душанбе ошкор намуд, дар натиҷаи он фаъолияти ғайриқонунии гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ ва ду шабакаи трансмиллии интиқоли воситаҳои нашадор қатъ карда шуда дар маҷмӯъ зиёда аз 140 килограмм воситаҳои гуногуни нашадор мусодира карда шуд.